فله عشر امثالها، 10 برابر بهت میدم، معنیش این نیست که 10 برابر، نه. عربستان پیش از پیامبر 11 تا باسواد داشت که می نوشتن در کل شبه جزیره، 11 نفر که بلد بودن بخونن. در اونجا میگفتن 1 2 3 4 تا 10، بعد میگفتن خیلی 10 خیلی. 10 یعنی کامل. کامل چی؟ کامل چی؟ عشر امثالها یعنی کامل. کامل چی؟ کامل ظرفیت کرم کریم. پیمانش میگه من کریم خدای صاحب عالم کامل هر چقدر بتونم بهت بابت یه آبی که به درخت میدی. عشر امثالها یعنی این، نه اینکه 10 برابر. مثلا اینجا 1 تومن دادم به فقیر، اونجا مثلا میگن خب 1 2 3 10. نه. یه رسمی من توی عربای یه منطقه دیدم، رسم جالبیه. بچه‌ای که میاد دستشو، مثلا تخمه داری میخوری شما بزرگسال، یه خردسال میاد میگه تخمه بده. این دستشو که پر میکنن انگار یه جوری افت برای خودشون میدونن که فقط یه دستشو پر کنن، یا اون دستتون بیار اونم پر میکنن، چون اگه این کارو نکنه واسه خودش دون شأن خودش میدونه. خدا چیه؟ خدا خالق اینه. این فرهنگی که داره میبینه خدا اینو آفریده. اون کیه؟ کریمه، کریم مطلق. اونجاست که عشر امثالها یعنی کامل.